سلام‌های گرم خود را خدمت همتان عرض نموده دوباره حضور شما را به این صفحه خوش آمد می‌گویم. موضوع امروز ما برای آن عده از اشخاص اختصاص داده شده. عدد که تاریخ عدد تولدشان 1 و یا حاصل جمع عدد تولدشان 1 باشد. 1 یعنی آغازگر همه اعداد هم‌هستی. در علمی عددشناسی عدد 1 نماد آغاز استقلال، قدرت، رهبری و ارادی قوی میباشد. عدد 1 معمولاً به افرادی مرتبط است که در زندگی دوست دارند رای خودشان را بروند. اینها در همه امور پیشتاز و پیشقدم میباشند. یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی عدد 1 این است که ذاتاً رهبر است، نه پیرو. این افراد دوست دارند خودشان تصمیم بگیرند و مسیر زندگیشان را خودشان بسازند. این افراد اعتماد به نفسی خیلی بالا دارند و به توانایی‌های خود ایمان دارند. معمولاً در جمع‌ها شخصیتی محکم و تأثیرگذار هستند. این افراد معمولاً ایده‌های جدید دارند و از شروع پروژه‌های تازه اصلاً نمی‌ترسند. اینها در تخلیق‌گری مهارت خاص دارند. هدفگذاری و موفقیت برای عدد 1 خیلی اهمیت دارد. زیرا آنها دوست دارند بهترین باشند و در مسیر پیشرفت بدون وقفه کوشش و تلاش می‌کنند. اینها ذوق و سلیقه شاهانی دارند. از لباس گرفته تا لوازم خانه انتخابشان بی‌نظیر میباشد. ضعف اینها تمایل زیاد به جا طلبی میباشد که گاهی باعث میشود که این افراد کمی لجباز و کم صبر باشند و همچنان تمایل به کنترلگری، عدمی انتقادات باعث میشود که این افراد احساس تنهایی کنند و حتی در روابط سلطه‌جو به نظر میرسند. اینها باید یاد بگیرند که استقلال همراه با همکاری و رهبری بدون سلطه‌گری، موفقیت اینها زمانی شکوفا می شود که دیگران را هم در مسیرشان شریک کنند. در علمی عددشناسی، هر عدد نه تنها ویژگی‌های شخصیتی مخصوص دارد، بلکه با رنگ، سنگ، فلز، سیاره و روزهای خاص همه در ارتباط است. این چیزها به آنها کمک می کند تا انرژی عدد خودش را متعادل و تقویت کند. چون سیاره حاکمی عدد 1 خورشید است، به این اشخاصی توصیه می شود که در روز یکشنبه لباس زرد بپوشند. زیر رنگ زرد رگنی خوب برای اینها می باشد. نارنجی و سرخ کمرنگ و طلای هم برای اینها فعل نیک است. از رنگ سیاه خاکستری تیره و آبی تیره که باعث کاهش اعتماد به نفس می شود. لذا از این رنگ ها در زندگی کمتر استفاده شود. خصوصاً موتر خود را در این رنگ ها انتخاب نکنند، چون باعث تصادف می شود و از عدد 8 در زندگی دوری کنند. مثلا عروسی و دیگر مناسبات خوشی خود را در تاریخ 8 برگزار نکنند، چون این عدد خلاف عدد 1 است. یاقوت سرخ یا گارنت را در روز یکشنبه به انگشتی شهادت بپوشند و در فلزات طلا برای اینها خوب است. اشخاصی معروفی دارای انرژی عدد 1 بودند. شاه امان الله خان، محمد علی کلی، عبدالله، خانم نغمه، فرهاد دریا، خانم حبیبه سهرابی را نام برده می توانیم. آیا عدد تولد شما به این خصوصیات هماهنگی دارد یا خیر؟ در کامنت بنویسید.